قرآن با ما سخن میگوید، یعنی الله با ما سخن میگوید. تو باید قبول بکنید که عبدید. اگر قبول کردی که عبدید، قطعا قبول کردی که الله رب است. زمانی تو قبول نداری که الله رب باشد که تو عبد باشید. اگر تو عبد نشدید، الله از ربوبیت خودش نسبت به خودت خارج کردی. گرچه الله رب است، تو بخواهی یا نخواهی، اما رب تو دیگه نیست، چون تو نخواستی الله رب تو باشد. تو ابلیس را قبول کردی که رب تو باشد به جای رب العالمین الله. پروردگارا کمبود نعمت نداریم، از همه طرف سرازیر است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمون بردار. مشکل این قسمت آخره، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. امشب چه مجلس خوبیه، جمع شوید، بیایید دوباره خاطرات ایمانی گذشته را زنده کنیم با هم. چون شیاطین بیدارن و دشمنان بیدارن، حیف است که دوستان غافل باشن و بخوابن. شب خیز که عاشقان به شب راز کنن، گرد در بام دوست پرواز کنن. هر جا که دری بود به شب در بندن، الا در دوست را که شب باز کنن. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو ام یا تو منی. انسان وقتی به خاطر خدا همدیگر را دوست می دارد تعجب می کند، احساس می کند که از صمیمش، از اعماق و ژرفای قلبش و وجودش، که برادرش، همکیشش، هم نوعش خودشه و اونه. انما المؤمنون اخوه رب اخ لک لم تلده امک. خیلی وقتا برادرها و خواهرایی برای تو پیدا می شوند که از مادرت زاییده نشدند، از مادرت به دنیا نیامدند. جز برادران و خواهران ایمانی کسان دیگر نمی توانند بشوند. بعضی موقع انسان از برادر تنیش احساس بیزاری و نفرت می کند، فکر می کند که با اون بیگانه است. بعضی موقع آدم یک غریبی به ظاهر غریب، تنها، مسافر، یک نظر می بیندش در خانه خدا، احساس می کند که مرتبط به وجودش. حیف نیست چنین مجالسی را با مجالسی که مملو از رذائل هست، مملو از آلودگی ها، سمعی، بصری، نظری، حسی، چنین مجالسی مملو از معنویات که برای ما رایگان مهیا میکنند، عوض بکنیم با مجالسی که باید شر و معصیت و رذیلت و نجاست و آلودگی و بی‌آبرویی را با پول بخریم. من به شما تبریک میگم، در انتخابتون موفق بودید. در روایات وارد شده که وای بر بندی که خداوند دوست دارد در اون مجلس او را پیدا کند و ببیند
وقتی به اون مجالس نظر می کند الله، در اون مجلس بنده خدا گم بشود، غیبش بزند. و وای بر حال بندگانی که خداوند دوست ندارد در مجالسی پیدا بشود، خداوند در اون مجالس اون بنده را ببیند و توسط فرشتگان ثبت بشود حضورش در اون مجالس. خداوند بر مجالس ذکر نگاه می کند، مطلع می شود، دوست دارد بندگانش را ببیند. در چنین مجالسی غیبت نخورید. هوا سرد نیست، امکانات فراهمه، ماشین و موتورسیکلت فراوان. مالکیت ماشین ندارید، کرایه ماشین دارید، سر جاده، قش، آدرس کجا؟ سراغی دادن که یک جایی عروسی سالم هست. برادرمون عبدالواحد گفت نمیگیم اسلامی، خیلی ها از اسلام نمیدونم چه هراسی دارن، یا چطوری شده که مردم از اسلام هراس پیدا بکنن، چطوری شده که خداوند را یک هیولا و دیناسور تصور میکنن جوانای ما. نکنه تقصیر ملاهاست؟ شاید ملاها خدا را بد جلوه دادن، همیشه از شتر کور و مار و مور و عقرب و زبانه های آتش صحبت کردن، از رحمت خدا و زیبایی خلقت خدا و هنرهای زیبای خدا و رحمانیت خدا و رحیمیت خدا و تفکر پیشرفتی خداوند و علم مبارک خداوند و صفات کریمه و عظیمه خداوند برای اونها صحبت نکردند.